عرض سلام و درود خدمت بینندگان عزیز. خیلی خوش اومدید به 4مین قسمت از فتوشاپ 0 تا 100. توی جلسه قبلی تا ابزار قطره چکان ما اومدیم و به اصطلاح ایردراپر. توی این جلسه به بررسی ابزار اسپات هیلینگ براش تول میپردازیم. ابزار اسپات هیلینگ براش تول برای حذف کردن اشیا و سوژه ها داخل عکس کاربرد داره. به این صورت که میبینید من یک کپی از این لایه بگیرم که لایه اصلیمون خراب نشه با کلیدهای کنترل جی. خب اسپات هیلینگ براش تول این بالا که میبینید میتونیم هاردنسش رو تنظیم کنیم و سایز براش رو. اینجا هم مودهای مختلفی هست که ما میتونیم انتخاب بکنیم. مثلا مود اسکرین فقط روی نقاط تاریک عکس تاثیر میذاره و مود لایتن روی نقاط روشن عکس. برای استفاده از این مودها باید شما خیلی حرفه‌ای باشید و بتونید اون موقع کاربردهای اصلیشون رو بهتر ازش استفاده کنید. تایپ اینجا چند مورد داره. کانتنت ور یعنی از کل عکس برای ما نمونه برداری میکنه تا جای خالی مثلا این سنگ رو پر کنه. کرییت تکسچر یه کاری میکنه که اون منطقه‌ای که ما میخوایم حذف کنیم به جاش بافت بیاد که زیاد کاربرد جالبی نیست. خودم فعلا استفاده نکردم ازش. پروکسیمیتی مچ برای سوژه ما همچین تأثیری رو داره. یعنی چی؟ یعنی از اطراف سوژه نمونه برداری میکنه، دیگه کاری مثلا به اونجا جای مختلف دیگه نداره. از اطراف همین سوژه نمونه برداری میکنه و کار رو انجام میده. وقتی ما این گزینه اسمش یه خورده سخته پروکسیمیتی مچ رو انتخاب میکنیم، یه گزینه اینجا فعال میشه به اسم دیفیوژن. اگه گزینه دیفیوژن رو ما بالاتر ببریم مثلا تاثیرش رو میتونید ببینید. فکر کنم هر چقدر این دیفیوژن رو بالاتر ببرید از اطراف سوژه بیشتر نمونه برداری میکنه. خب اینجا میتونید که تاثیرش رو مشاهده کنید. مثلا برای این سوژه این گزینه بهتریه. سامپل آل لیرز هم گزینه‌ایه که از تمامی لایه ها برای ما تاثیرپذیری رو انجام میده. مثلا اگر من یک لایه خالی ایجاد کنم میتونم روی اون لایه خالی این سنگ رو حذف کنم چون از همه لایه ها تاثیر میگیره. اگر اینها رو من خاموش کنم میبینید توی این لایه فقط این تأثیری که اینجا گذاشتیم رو میتونیم مشاهده کنیم. و اگر من این تیک رو خاموش کنم قاعدتاً این تأثیر رو ما نمیتونیم داشته باشیم. خب این از این. من این لایه ها رو دوباره حذف میکنم. بریم سراغ ابزار بعدی. ریموو تول هم یک کپی مجدد میگیرم من از لایه اصلیم. ریموو تول هم همون کار رو انجام میده، فقط هوش مصنوعی فتوشاپ خیلی بیشتر داخل این دخیل هستش و برای جاهایی که یه خورده پیچیدگی دارن، مثلا شما بخواد پنجره ای رو حذف بکنید که مثلا نرده هاش کج و کولن، نرده های اونا رو راست بکنید، همچین کاربردهایی هم داره. یک خورده به دلیل آنالیز بیشتر زمان بیشتری طول میکشه که یه سری از جاها شاید حذف بکنید، ولی همونطور که میبینید خیلی کارش دقیق و بی‌نقصه. این هم سامپل آل لیرز داره. remove after each stroke هم یعنی وقتی ما اینجا رو به حالت انتخاب در میاریم الان از ما میپرسه که شما میخواید این منطقه رو حذف کنید یا نه. اگر اون تیک رو بزنم برای من فرایند حذف سوژه انجام میشه، ولی اگر این گزینه remove after each stroke رو
روشن کنیم، همین که من انتخاب کنم سوژه رو و انگشتم رو از روی موس بردارم، بدونید که فرآیند حذف شدن رو انجام میده. این گزینه هم برای فشار قلم هستش. هیلینگ براش تول یه خورده کاربردش متفاوته، ولی این ابزار هم برای حذف کردن و جابجایی سوژه توی عکس کاربرد داره. خب مثلا اینجا من میام روی این عکس، میخوام این مو رو حذف کنم. شاید بگم این بخشی که من دارم توضیح میدم واقعا جزء نکات حرفه‌ایه. این نکته هم بهتون بگم خیلی به دردتون میخوره. اسپات هیلینگ براش تول رو ما میتونیم واسه حذف کردن موها انجام بدیم. برای این کار باید براشمون رو به اندازه تقریبا مو در بیاریم و خیلی دقیق این موها رو حذف بکنیم. همینجا شما یه نکته واقعا حرفه‌ای رو یاد گرفتی که داخل دوره‌های معمولی این نکات گفته نمیشه. خب با این ابزار هم میشه و این ابزار حرفه‌ای تر هستش که بعدن حالا بهش میپردازیم. با تلفیق یک سری روش‌های مختلف ما میتونیم بافت سوژه رو حفظ کنیم و اون آبجکت داخل عکس رو ما میتونیم حذف کنیم. خب کاربرد این چجوری هستش؟ هیلینگ براش تول، ما کلید آلت با راست کلیک موس رو اگه بزنیم نمونه برداری انجام میشه. نمونه برداری که انجام شد ما میتونیم اونو جابجا بکنیم. مثلا داخل این عکس من میخوام این شاخه رو اینجا حذفش کنم، میام از کنارش اندازه شاخه میکنم براشم و از کنار اون گزینه آلت رو نگه میدارم و کلیک راست. میبینید که از اونجا معذرت میخوام گزینه آلت رو نگه میدارم و کلیک چپ. وقتی کلیک چپ رو بزنید از اونجا نمونه برداری انجام میشه و اینجوری میتونید اون نقاطی که نشون میده نگاه کنید. این یه به اضافه این بالا میاد. من دوباره نمونه میگیرم مثلا از اینجا، میگه از اونجا داره نمونه برداری میشه و کپی میشه به این سمت. بازم یه سری مود داره که توضیح دادم. پترن ما میتونیم ایجاد کنیم. مثلا اگر بزرگتر نشون بدم نمونه برداری که انجام بشه یه سری پترن ها رو برای ما اینجا انجام میده که فعلا جاش نیست. خب من یه خورده سریعتر ابزار رو معرفی کنم که بعد بتونیم به قسمت های حرفه‌ای تر فتوشاپ برسیم. ابزار بعدی ابزار پچ تول هستش. ابزار پچ تول مثلا من این سنگ رو به حالت انتخاب سلکت در میارم و اینو اینجوری جابجا میکنم. میبینید که اون قسمتی که جابجا کردیم اومد جای قسمت انتخاب شده قرار گرفت. من کنترل زد میزنم که برگردم مثلا اینو یه جای دیگه امتحان کنیم. مثلا روی این چشم ها من این چشم رو میخوام از اینجا برش بدم و اینو اینجوری میارم اینجا. مثلا میخوام همچین کاری رو انجام بدم. یاد اون جمله افتادم که میگفت مثلا روزای اولی که فتوشاپ یاد گرفتم. این کارا رو میشه باش انجام داد. حالا یه سری تنظیمات دیگه ای داره که ما میتونیم اینجا انجام بدیم، ولی خب اون مباحث خیلی مفصله و مفصلتر بعداً درباره‌اش حتما صحبت خواهیم کرد. هدف ما اینه که اینجا در کمترین زمان ممکن ما آشنایی کامل پیدا بکنیم به ابزارهای فتوشاپ. خب یکی ابزار دیگه که اینجا هست ابزار کانتنت اور موو تول هستش. ابزار کانتنت اور موو تول من دوباره رو خدا این سنگو برای ما اینجا قرار داد که ما همه ادیتامون رو روش انجام بدیم. خب این سنگو که انتخاب میکنم اینجوری اگه جابجا کنم و اوکی رو بزنم سنگ برای من از اینجا به اونجا انتقال داده میشه.
این هم یه سری تنظیمات داره، مثلا تنظیمات مدل. الان روی موو بود، اگه روی اکستند ما اینو انجام بدیم، من دوباره به حالت انتخاب در میارم. اگر سوژه رو جابجا کنم و اوکی بزنم، کنترل دی میزنم که سلکت ما برداشته بشه. میبینید که سوژه ما کپی شد در قسمت دیگه ای از عکس. مثلا من میخوام تعداد زیاد اینجا سنگ داشته باشم، اون گزینه رو فعال میکنم، جابجا میکنم و خودش به طور اتوماتیک این اطرافش هم درست میکنم. جونم واسهتون بگی که سمپل آر لیرز هم باش آشنایی دارین. گزینه بعدی رد ای تول هستش. این گزینه اینجا به طور کامل توضیح داده شده که وقتی مثلا توی شب عکاسی میکنیم، نور فلش داخل چشم سوژه ممکنه بیفته و یه سری قرمزی ها رو ایجاد کنه. با این ابزار اینجوری ما روی چشم سوژه بکشیم، به طور کامل اینو حذف میکنه و خیلی ابزار خوب و پرکاربردی هستش. دارکن اماونت ما اینجا داریم که اگر اینو مثلا روی 5% قرار بدیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. این اتفاق افتاد. اگر مثلا اینو روی 100% قرار بدیم، این اتفاق میفته. شما باید با تنظیمات مختلف روی هر عکسی به اون نتیجه دلخواه خودتون برسید. با 50% هم که همچین اتفاقی رخ میده. خب اونجا هم فکر کنم سایز مردمک چشم رو میتونید تغییر بدید. اینجا مردمکش بزرگتره تا وقتی که این گزینه رو ما کمترش کنیم، اینجوری مردمک خیلی طبیعی تر به ما نشون داده میشه. این هم باید با تنظیماتش بازی کنید که به نتیجه دلخواه برسید. ابزار بعدی که ما باش میخوایم آشنا بشیم ابزار براش هست، براش تول. و این بالا ابزاری که سلکت شده رو انتخاب میکنه، سلکت شده رو به ما نشون میده. اینجا ما میتونیم سایز و هاردنس رو تغییر بدیم که الان همتون آشنایی داریم با تغییر دادن سایز و هاردنس براش. من اینجا یک بار دیگه به طور کامل توضیح میدم. کلید آلت و کلید راست موس رو اگه ما نگه داریم به چپ و راست بکشیم، میتونیم سایز براش رو تغییر بدیم و اگر به بالا یا پایین بکشیم میتونیم هاردنس و سختی لبه های براش رو ما تغییر بدیم. این هم یک ابزار حالت قلم ماننده که ما میتونیم از اینجا رنگ های مختلف رو انتخاب بکنیم. با کلید X هم میتونیم این رنگ ها رو جابجا بکنیم یا با این دکمه. قابلیتی هست که خیلی پرکار برده، مخصوصا وقتی با قابلیت مسک کردن ترکیب میشه، خیلی ویژگی های جذابی رو در اختیار ما قرار میده. اوپاسیتی رو اگه ما اینجا بذاریم روی 50%، شفافیت قلم برای ما تغییر میکنه. من این رو بذارم روی مشکی یا روی قرمزی، رنگی که مثلا زرد مشخص باشه. هاردنسش هم میتونم بذارم روی 100%، این با هاردنس 100% و اوپاسیتی 18، این هم اوپاسیتی 100%. فلو هم یه چیزیه تقریبا شبیه همون اوپاسیتی. اینم فشار قلم رو برای ما اینجا میتونه تنظیم کنه اگر با قلم کار میکنید. و جونم واسهتون بگه که تنظیمات دیگه که باید بدونید، مثلا اینم هست که عکس رو به 2 قسمت اینجوری میتونیم تقسیم بکنیم و به این حالت اینجوری خیلی قشنگ میشه یه سری اشکالی که دلخواهمونه رو داشته باشیم. خب کنترل زد میزنم برگردم. ابزار بعدی پنسل تول هستش که مداد رو برای ما شبیه سازی میکنه با همون تنظیمات براش. ابزار بعدی کالر ریپلیسمنت تول هست.
این ابزار به ما این قابلیت رو میده که سوژه ها رو رنگشون رو عوض کنیم. مثلا من میخوام رنگ این غلاف شمشیر رو عوض کنم، بهتون پیشنهاد میدم اگر بخواین رنگ یک شی رو عوض بدین، حالا ما عوض بدیم، تغییر بدین، ما بعدا مفصل درباره تغییر رنگ اشیا صحبت میکنیم، ولی کلا الان به طور خلاصه قابلیت های این ابزار رو برای شما میگیم. خب ما مثلا اینجا رنگ آبی رو انتخاب میکنیم، میخوایم غلاف شمشیرم رنگ آبی همین بشه، اینجوری ما میتونیم تغییر بدیم. خب اگر من بخوام از براش استفاده کنم و رنگش رو تغییر بدم، میبینید که جزئیات اون شی رو برای من از بین میبره و برای اینکه این اتفاق نیفته ما میایم از این ابزار استفاده میکنیم که البته روش های خیلی بهتری هم هست که در آینده قطعا بهشون میپردازیم. یه سری مودها اینجا ما داریم که بخوام به طور کامل توضیح بدم، مود هیو فقط رنگش رو تغییر میده، دیگه کاری به نورش نداره یا سطح روشناییش. مود سچوریشن شدت رنگو برای ما تغییر میده، مثلا اینجا کدرتر شد اگر روی این ما بکشیم. و کالر که هم رنگو تغییر میده و هم شدت رنگو. و لومینسیتی اینجا فقط روی نور عکس تاثیر میذاره و چندان جالب نیست و البته داخل هر پروژه‌ای ممکنه که ما این قابلیت ها رو داشته باشیم، ولی قابلیت اصلیش روی مود کالر هست. اینجا چیزایی که بخوام برای شما توضیح بدم، مثلا اینجا ما میتونیم زاویه قلم رو تغییر بدیم، اگه ببینید اینجا هم تغییر کرده، میتونیم قلم باریکتری داشته باشیم، اینجا میتونیم اینو کامل تغییرش بدیم. خب بریم سر ابزار بعدی، ابزار میکسر براش تول. ابزار میکسر براش میاد رنگ ها رو برای ما میکس میکنه اصطلاحاً و اگر ما اینو روی این حالت قرار بدیم و با اینو بازی بکنیم، میاد اون رنگ هایی که هستن رو برای ما میکس میکنه. اگه توجه کنید اینجوری. حالا این داخل ریتاچ یه سری قابلیت ها داری که بعدا بهش مفصل میپردازیم. شما میخوای مثلا جاهایی که پوست اختلاف رنگ داره رو با این تنظیم کنی و پوستت رو به یه حالت نرمی برسونی. البته اینجا بافتش تخریب شد و اصلا کار حرفه‌ای نیست و این نیاز به یک سری روش ها داره که در ادامه قطعا حرفه‌ای تر بشی در مسیرش قرار خواهید گرفت. ابزار بعدی کلون استمپ هست. ابزار کلون استمپ هم تقریبا شبیه ابزار هیلینگ براش تول بود که اینجوری ما میتونستیم یه چیزی رو کپی کنیم جای دیگه ای، ولی تفاوتی که داره این ابزار همون قسمت رو به طور کامل جابجا میکنه و تغییر میده به جای دیگه ای. اینو روی ریتاچ باز هم ابزاری هست که میشه ازش استفاده کرد. کلا برای کسایی که میخوان حرفه‌ای کار فتوشاپ رو انجام بدن، مخصوصا کار ریتاچ میخوام بگم، روش های مختلفی برای انجام یک کار یکسان داخل فتوشاپ ما داریم. حتی میتونه چند تا روش نتیجه یکسان داشته باشه و این نرم افزار انتها نداره واقعا و ما میتونیم خیلی استفاده های جالبی داشته باشیم با ابزارهای مختلف. مثلا ما این مو رو به یک روش، مثلا به دو روش
به 3 روش مختلف با 3 تا ابزار مختلف ما میتونیم اینو حذفش بکنیم. این هم ابزار کلون استمپه که یک بار دیگه مثلا یه نمونه دیگه ای رو انجام بدیم. این سنگ رو مثلا من از اینجا نمونه میگیرم با آلت و کلیک چپ، اینجوری اون قسمت رو برای ما کپی کرد. گزینه بعدی هم که پترن ایجاد میکنه، کلون استمپ یه پترنی رو ما از این داخل پوشه ها میتونیم انتخاب بکنیم و این پترن برای ما ایجاد بشه که این هم یه سری استفاده های خاص خودش رو داره، ولی زیاد ممکنه به کار عکاس ها خیلی نیاد، چون میبینید که چون پترن هستش یه سری نمونه های یکسان رو کپی میکنه و جالب نیست. خب هیستوری هم ابزاریه که مثلا من اینجا میکشم این رنگو با این قلم میاد، اتفاقی که افتاده رو هیستوری میشه تاریخچه، اون تاریخچه رو به قبل برمیگردونه. آرت هم ما میتونیم یه سری اشکال روی شکل ایجاد کنیم و شکل رو به حالت نقاشی در بیاریم. مثلا اگر من اینجا کلیک کنم میبینید که این قسمت به حالت نقاشی برای من در اومد. اگر این 500 پیکسل رو من تبدیل بکنم به 50 پیکسل و کلیک کنم، 50 پیکسل اطراف این تاثیر روش میذاره و اگر مثلا تبدیل بکنم به 10 پیکسل، اگر من کلیک بکنم روی 10 تا پیکسل برای من این تاثیرگذاری رو انجام میده. اینجا هم مودهای مختلفی هست که ما میتونیم نتیجه های متفاوتی رو از این ابزار بگیریم و اشکال مختلف رو روی عکسمون ایجاد کنیم که به یه سری چیزهای هنری که مد نظرمون هست برسیم. اینجا هم که مودهای این ابزار رو میتونیم مشخص بکنیم. میرسیم به ابزار پاک کن یا ایریزر. ابزار پاک کن، اگر من این لایه رو خاموش بکنم متوجه میشید که اینجوری میتونیم اون لایه‌ای که به حالت انتخاب در اومده رو روش تغییرات رو ایجاد بکنیم. بک‌گراند ایریز تول هم برای حذف بک‌گراند هستش که خودش تقریبا به طور خودکار مثلا تشخیص میده که اینجا زیاد کارش جالب نیست. یک سری گزینه‌های دیگه هم هست که تغییرات رو برای ما ایجاد میکنه، ولی برای حذف بک‌گراند من یک سری روش‌های دیگه رو پیشنهاد میکنم. اینجا هم بر طبق رنگ برای ما نقاطی که هستش رو پاک میکنه. مثلا ما یه جایی هستیم که میخوایم آسمون پاک بشه، آسمون آبی کامل و رنگ‌های دیگه‌ای داخل اون عکس شبیه رنگ آسمون نیستن و میتونیم خیلی راحت مثلا اون رو حذفش بکنیم، اون رنگ ها رو. اینم از قابلیت ابزار پاک کن که شبیه اسمش کاربردش. ابزار دیگه ای هم که هست گرادینت تول هست. گرادینت دو تا رنگ رو به حالت خیلی نرم واسه ما میتونه ایجاد بکنه. یک سری از پست‌های اینستاگرامی هستند اینجا، ما میتونیم اونا رو ایجاد بکنیم. مثلا اگر مود این لایه رو، من گفتم یه سری مودها هست اگر یادتون باشه، بذاریم روی اسکرین، قسمت‌های مشکی رو برای ما پاک میکنه و قسمت‌های سفید رو میذاره. اگر بذاریم مثلا روی مود دارکن یا مولتیپلای، همچین تغییراتی رو ما میتونیم ایجاد بکنیم. مثلا اینجا این گرادینت رو میسازم و بعد با ابزار هوریزونتال تایپ یه سری متنی که دوست دارم رو تایپ میکنم و میمریسم که حالا اونم بهش میپردازیم. ابزار گرادینت هست که ما اینجا میتونیم رنگ های مختلفش رو انتخاب بکنیم
سبک های مختلفی خودش برای ما در اختیار ما قرار میده که ما میتونیم اونا رو انتخاب بکنیم. اگر روی مود نرمال بذارم، اینجا سبک های مختلفی هست که ما میتونیم داشته باشیم. از اینجا میتونیم شدت رنگ رو ما مشخص بکنیم، کم یا زیاد بکنیم رنگا رو. اینجا میتونیم رنگا رو تغییر بدیم بدین صورت، و حالا تنظیمات حرفه‌ای تر که بعداً بهشون به طور کامل میپردازیم. دیگه ابزاری که شما باید باش آشنایی داشته باشیم، بلر تول هم اگر ما روی این سوژه بکشیم اینجوری برای ما اینجا رو بلر میکنه. اینم قدرتش هست که ما هر چقدر اینو بیشترش کنیم قدرت بیشتری داره. شارپ هم ابزاری هستش که برای برجسته تر کردن و شارپ کردن عکس میتونیم ازش استفاده کنیم. اسمج تول هم ابزاری هستش که این گونه ما میتونیم روی عکس تاثیر بذاریم. این هم برای یک سری جاها استفاده میشه. داخل مثلا ریتاچ ما میخوایم دوتا رنگ رو با هم تلفیقشون کنیم و اون سایه روشنای پوست رو ملایم تر کنیم، یا رنگای قسمتی رو تغییر بدیم، که البته این کار حرفه‌ای نیست و یک سری روش‌های خاص خودشو داره. این ابزارها به تنهایی و بدون استفاده با روش‌های دیگه‌ای کاربرد آنچنان خاصی ندارن. خب این بود از این جلسه و امیدوارم که با هم دیگه نکات خوبی یاد گرفته باشیم و من هدفم اینه که بازم میگم هدفم اینه که با ابزارهای فتوشاپ آشنا بشیم و بتونیم کمتر از 10 جلسه تقریبا به تمامی فتوشاپ دسترسی داشته باشیم و این ترس ما شکسته بشه از این نرم افزار و خیلی کامل و جامع اگر یک مدرسی میاد روشی رو توضیح میده ما بتونیم تفاوت اون روش رو با روش‌های دیگه تشخیص بدیم و هر روشی که دلخواه خودمون هست رو به اصطلاح پیاده سازی بکنیم. توی این پیج من سعیم بر اینه که روش‌های خودم رو به کسی تلقین نکنم، روش‌های آماده رو در اختیارتون قرار نمیدم و از پایه و اساس مبانی اون چه که هست رو توضیح میدم که به دلخواه خودتون بتونید چیزایی که دوست دارید توی ذهنتون هست رو داخل عکس پیاده سازی بکنید. برای این جلسه کافیه. جلسه بعد هم منوی ابزار رو به طور کامل میگیم و میریم سراغ فیلترها، منوی سلکت، منوی ویو که خیلی خودشون دنیایی از آموزش رو میطلبن و ما هم سعی میکنیم که بتونیم به طور کامل برای شما توضیح بدیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، همیشه خوشحال و شاد و خندون باشید. این برنامه کودک ها تموم کردم این قسمت رو. موفق و مؤید باشید. یا حق.